با مهمترین خبر و گزارش های روز برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. السلام علیکم. در مجلس فعالان شهر پنجکند نتیجه های جنبست رشد اجتماعی و اقتصادی شهر پنجکند در 3 ماه اول سال 2025 تحلیل و بررسی گردیده. نقشه وظیفه ها برای نیم ساله اول سال جاری معین و مشخص شدند. در مجلس فعالان شهر پنجکند که سنه 16 اپریل سال 2025 برگزار گردید، اساساً نتیجه های جنبست رشد اقتصادی و اجتماعی شهر پنجکند در 3 ماه یکم سال 2025 تحلیل و بررسی گردیده. برای نیم ساله اول سال روان نقشه و وظیفه ها مشخص و معین شدند. مجلس فعالان را رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده حسن آغاز بخشید و معاون یکم رئیس ولایت سوخت محترم سهیلی قربانزاده را به شهر پنجکند خیر مقدم گفت. درباره رشد اقتصادی و اجتماعی شهر پنجکند در 3 ماه یکم سال 2025 معاون رئیس شهر پنجکند پروینه نقیبی معروضه مفصلی تحلیلی نموده تمام پهلوهای ساختهای گوناگون خواجگی خلق را شرح و ایضاح داد. در جریان مجلس فعالان رئیس شهر از معاونان ساحوی رشد ساختهای گوناگون را پرسان شده برای اصلاح کمبودی‌های جای داشته مسئولین را وظیفه دار کرد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده از راهبریت شعبه معارف، تندرستی، فرهنگ باری دیگر طلب نمود که آنها باید در این ساحه‌ها برای اصلاح کمبودی‌ها، بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیه، خدمت رسانی طبی به اهالی، تهیه برنامه‌های فرهنگی و دریافت استعدادهای نو تدبیرهای مشخص اندیشیده در زمینه دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، وظیفه گذاری های رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده در سمت تطبیق برنامه رشد معارف، بنیاد کودکستان های نو در جماعت های دیهات و همزمان تامین مؤسسه های ساحه های معارف و تندرستی با متخصصان صاحب تخصص و دیگر مسئله هایی که بر رشد این ساحه ها علاقمند است دستور و سپارش های مشخص داد و برای اصلاح کمبودی های جای داشته مسئولین را وظیفه دار نمود. در مجلس فعالان مسئله های ساحه رشد اجتماعی از جمله فراهم آوردن شرایط های مساعد برای سابقه داران، نفقه خوران، بهتر نمودن تامینات در مسئله های اجتماعی از جمله خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان و دیگر مسئله ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در مجلس فعالان مدیر بخش جوانان و ورزش شهر پنجکند صبرینه اکرمووا درباره کارهای اجرا شده دوام 3 ماه اول سال 2025 معلومات داد. رئیس شهر در مجلس فعالان باری دیگر از راهبریت بخش جوانان و ورزش درخواست کرد که در زمینه سیاست جوانان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان باید در شهر و دیهات پنجکند برای بنیاد انشاءات ورزشی با مسابقه های گوناگون جلب کردن جوانان هم پسران و هم دختران و وسعت دادن بنیاد انشاءات ورزشی در دیهات باید تدبیرهای ضروری مورد عمل قرار داده شود. با راهبریت بخش دین تنظیم جشن و مراسم توصیه داده شد که باید قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان تحت نظارت جدی قرار داده شود. همینطور در مجلس فعالان جهت رشد ساحه‌های سیاحی، بهتر نمودن خدمت رسانی در مهمانخانه ها، فعالیت آثارخانه ها و از جمله بنیاد بینای نوی آثارخانه جمهوری تاریخ و کشورشناسی با نام استاد
абу абдуллоҳ рудакӣ ва дигар масъалаҳое ки ба шаҳру шаҳрдорӣ марбут аст масъулин вазифадор шуданд. дар маҷлиси фаъолон раиси шаҳр аз роҳбарияти раёсати кишоварзии шаҳри Панҷакен ва дигар сохторҳои марбута ҷиҳати вусъати кишти баҳорӣ, таъмини обҳои полизӣ ва аз ҷумла таъмини нақшаи кишти картошка пурсон шуд. аз раисони ҷамъиятҳои деҳот низ даъват гардид ки онҳо вазифа доранд соли 2025 дар заминаи дастури супоришҳои роҳбарияти мамлакат, вилоят ва шаҳри Панҷакен бояд майдони кишти картошкаро зиёд намоянд ва дар ин самт андешидани тадбирҳои муҳим таҳти назорати бевоситаи роҳбарияти шаҳри Панҷакен қарор дорад. дар маҷлиси фаъолон вобаста ба татбиқи лоиҳаи сабзу хуррамгардонӣ аз ҷумла ниҳолчинонӣ, ободу зебосохтани шаҳру деҳоти Панҷакен, соҳилбандӣ, ҳамзамон беҳтар намудани фаъолият дар соҳаи хоҷагии ҷангал, ҳифзи муҳити зист, таъмини амнияти озуқаворӣ ва дигар масъалаҳо низ баррасӣ шуда барои фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ба муҳоҷирони меҳнатие ки аз муҳоҷират баргаштанд ва ҳамзамон бунёди корхонаҳои нави саноатӣ аз ҷумла истеҳсоли масолиҳи сохтмонӣ барои биноҳое ки имрӯз дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакен бунёд мешаванд дар назди масъулин дастуру супоришҳои мушаххас гузошта шуд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар маҷлиси фаъолон аз роҳбарони тамоми сохторҳо ва сокинони шаҳру деҳоти Панҷакен эҳтиромона даъват намуд ки мо бояд нерӯи барқро сарфакорона истифода намоем, маблағҳои онро сари вақт пардохт намоем, зеро бо дастури бевоситаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи истифодаи сарфакоронаи барқ ва ҳамзамон пешгирӣ аз роҳҳои ғайриқонунӣ истифода намудани нерӯи барқ ва сари вақт пардохт кардани он таҳти назорат қарор дорад ва дар ин самт шӯъбаю бахшҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен, корхонаи тақсимоти барқи шаҳри Панҷакен ва раисони ҷамъиятҳои деҳот ва маҳаллаҳои шаҳр вазифадор мешаванд ки корҳои тарғиботиву ташвиқотиро рӯз то рӯз густариш бахшанд. дар маҷлиси фаъолон масъулин вазифадор шуданд ки дар партави корҳои омодагӣ ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созандагӣ ва сабзу хуррамгардониро вусъат бахшанд. дар маҷлиси фаъолон муовини якуми раиси вилояти Суғд Суҳайли Қурбонзода зимни суханронии хеш бори дигар ба таваҷҷӯҳи иштирокчиёни маҷлиси фаъолон дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро шарҳу изоҳ дод ва ҳамзамон таъкид намуд ки бояд дар семоҳаи дуюми соли равон ҳамаи он нақшаю вазифаҳо пурра таъмин гардида барои ислоҳи камбудиҳо масъулин чораҳои мушаххас андешанд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода зимни суханронии ҷамъбастаи хеш нақшаю вазифаҳои тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи шаҳри Панҷакенро мушаххасу муайян намуд ва аз роҳбарон ва мардум эҳтиромона даъват ба амал овард ки мо бояд дар партави супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода тамоми ҷаҳду талошҳо ва имкониятҳои хешро барои вусъати корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хуррамгардонӣ, баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум ва истифодаи оқилонаи замин ва рушди соҳаҳои саноат, кишоварзӣ равона сохта ҷашни фархундаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор истиқбол гирем. гузориши Аббос Ҳамросода ва Хаём Ҷураев.
رئیس شهری پنجاکент عبدالخالق خالقزاده در دوره سفر کاری خود به جماعت دهاتی خرمی از رفت کارهای ساختمانی انشاءات جشنی دیدن نمود. رئیس شهری پنجاکent عبدالخالق خالقزاده با سفر کاری به جماعت دهاتی خرمی تشریف آورد. هدف از این سفر کاری شناسایی از جریان ساختمان و تجدید انشاءات‌های جشنی بود که بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود جماعت بنیاد می‌شوند. ضمن بازدید رئیس شهر از رفت ساختمانی یک قطار انشاءات اجتماعی از جمله بینای علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی دهه آزادگان دیدن نمود. طبق اطلاع رئیس جماعت، بینای علاوگی برای بهتر نمودن شرایط تعلیمی و فراهم آوردن جای نشست برای خوانندگان پیش بینی شده است. همزمان در دهه مذکور ساختمان داروخانه معاصر و مرکز دندان پزشکی ادامه داشته، عین حال کارهای ساختمانی در مرحله نهایی قرار دارند. این دو انشاءات برای بلند برداشتن سطح خدمت رسانی طبی به اهالی روانه گردیده در آینده به بهبودی سلامتی ساکنان مساعدت می‌کند. علاوه بر این، ساختمان کارگاه دوزندگی نیز قریب به انجام رسیده است. انشاءات مذکور نه تنها برای تامین اهالی با لباس استحصالی وطنی، بلکه برای فراهم آوردن جای نوی کاری به خصوص برای زنان و دختران مساعدت می نماید. محض چنین کارگاه ها زمینه رشد صاحبکاری خرد و میانه را در دهات فراهم می آورند. رئیس شهر ضمن شناسایی با جریان کار به صفت کارهای ساختمانی بهای مثبت داده به مسئولین دستور داد که برای انجام سری وقتی آنها تدبیرهای علاوگی اندیشند. او تاکید کرد که اجرای با صفت کارهای بنیادی و به استفاده سپاریدن سری وقتی انشاءات ها در سال جشنی اهمیت خاص دارد و باید زیر نظارت دائمی قرار داشته باشد. هدف از چنین بازدیدها وسعت بخشیدن به کارهای آبادانی و تامین رشد استواری اجتماعی و اقتصادی در دهات و محلهای دوردست می باشد. کشاورزان جماعت دهاتی خرمی با استفاده از آب و هوای مساعد کشت کارتوشکا را به راه ماندند. رئیس شهری پنجاکent عبدالخالق خالقزاده در ادامه سفر کاری به این جماعت به کار دهقانان بهای بلند داده برای ثمرناک استفاده نمودن هر وجب زمین دستور سپارش داد. متوجه باشید به ادامه این موضوع. در ادامه سفر کاری خود به جماعت دهاتی خرمی، رئیس شهری پنجاکent عبدالخالق خالقزاده از جریان کشت کارتوشکا در خواجگی دهقانی چوبات دیدن نمود. طور مسئولین اطلاع دادند در این خواجگی برای موسم امسال کشت کارتوشکا در میدان 7 گکتار به نقشه گرفته شده. تا امروز 4 گکتار آن کشت گردیده است. با اطلاع رئیس جماعت، در عموم در جماعت کشت کارتوشکا در مساحت 70 گکتار پیش بینی گردیده. تا امروز 33 گکتار آن عملی شده است. همزمان 7 گکتار زمینی دیگر برای کشت نوبتی آماده کرده شده است. رئیس شهر جهت استفاده ثمرناک زمین، اجرای سری وقتی نقشه و بلند برداشتن حاصلناکی به مسئولین توصیه‌های مشخص داد. ایادت سابقه‌داران شخصان نیازمند همیشه در مد نظر دولت و حکومت قرار داشته در دایره سفر کاری رئیس شهری پنجاکent عبدالخالق خالقزاده سابقه‌داران جماعت دهاتی خرمی مورد ایادت قرار گرفتند. در دایره سفر کاری رئیس شهری پنجاکent عبدالخالق خالقزاده به جماعت دهاتی خرمی 2 نفر از ساکنان کهنسالی دهه آزادگان مورد ایادت قرار گرفتند. این اقدام با مقصد ارجاگذاری به خدمت‌های سابقه‌داران و تحکیم احترام به کلانسالان صورت گرفت. مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر از منزل یولدوش و آچگل و یولدوش مرادقل بازدید نموده به آنها تحفه‌های عیدانه و کمک مادی رسانیدند. یولدوش و آچگل یکی از اولین ختم کنندگان کالج طبی شهر پنجاکent به شمار رفته، بیش از چند 10 ساله همچون همشیره شفقت در دهات خرمی صادقانه به مردم خدمت نموده است. او تا امروز همچون شخصی معروف و با احترام جامعه باقی مانده است. یولدوشف مرادقل باشد سابقه‌دار ساحه کشاورزی و ساختمان بوده، تمام فعالیتش را به رشد دهات و آبادی وطن بخشیده است. او نیز در میان اهالی محل همچون شخصی کاردان و زحمتکش اعتراف شده است.
ضمن عیادتی سابقه‌داران قید گردید که خدمت نسل کهنسال و پیشصفان مهنت در راه رشد اجتماعی و اقتصادی کشور شایسته تحسین و قدرشناسی است. اینچنین تاکید شد که دستگیری کهنسالان و ارجگذاری به خدمت‌های شایان آنها یکی از سمت‌های مهم سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار می‌رود. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف و زرهانی نعمت الله. معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکرزاده با سربازان دلیر و شجاع قسم‌های حربی شهر پنجکند که با سری بلند خدمت مادر وطن را به اتمام رساندند، شهادتنامه حربی و سپاسنامه‌ها را در مراسم تنتنوی تقدیم نمود. در قسم نظامی قشن‌های خشکیگرد قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان که در حدود شهر پنجکند جایگیر است، مراسم با تنتنه تقدیم بلیط حربی و سپاسنامه به یک قطار سربازان نوخط برگزار گردید. در چاربینی مذکور معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکرزاده، رهبری قسم حربی، افسران، سربازان و مهمانان اشتراک داشتند. معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکرزاده ضمن سخنرانی خود ابراز داشت که خدمت حربی مکتب شجاعت و مردانگی بوده. جوانان در صف قوه‌های مسلح نه تنها حمایتگران وطن بلکه نمونه اخلاقی وطن دوستانه برای دیگران می باشند. در ادامه چاره‌بینی در خدمت حربی با سربازانی که انتظام نمونه‌ای و رفتاری شایسته داشتند، بلیط حربی و سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند تقدیم کرد شد. اقدام مذکور با مقصد بلند برداشتن سطح معنویاتی جوانان، تقویت حسی وطندوستی و تحکیم اراده آنها در راه خدمت به مادر وطن صورت گرفت. باید گفت که تقدیم این حجت نه تنها یک مرحله مهم در حیات هر یک جوان بلکه رمز گزارش به یک زینه نو مسئولیت شناسی و وفاداری به ارزش‌های ملی و دولتداری تاجیکان می باشد. در فضای آرام و وطن پرورانه شهر بوسانیای پنجکند در قسم نظامی قشن‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان مراسم پرشکوه سپاریدن بلیط حربی و سپاسنامه به سربازان شجاع و دلیر برگزار گردید. این چاره‌بینی افتخاری با اشتراک معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکرزاده و نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی صورت گرفته. با آن یک فضای وطندوستی و ارجگذاری به خدمتچیان وطن بخشیده شد. ضمن سخنرانی خود معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکرزاده ابراز داشت که خدمت در قشن‌های سرحدی این نشان بلندترین وفاداری به دولت و ملت ارزیابی گردیده. به سربازان برای اراده متین و صداقت آنها به پرچم ملی اظهار منتداری کرد. در فضای تنتنوی با سربازانی که با انتظام نمونه‌ای اخلاقی حمیده و صداقت به سوگند حربی نمونه عبرت گشتند، بلیط حربی و سپاسنامه‌ها سپاریده شد. این سندها برای آنها نه تنها حجت رسمی بلکه رمزی باوری دولت به فرزندان جسور خود می باشد. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. در مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی شهر پنجکند روزهای درهای گشاد دایر گردید. با مقصد جلب بیشتری نورسان و جوانان با آموزش کسب و هنر و معرفی امکانیت‌های تحصیلاتی ابتدایی کسبی در مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی شهر پنجکند چاره‌بینی روزهای درهای گشاد برگزار گردید. اقدام مذکور در اساس دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و در دایره تطبیق نقشه چاره‌بینی‌های کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان راه اندازی شده. هدف اساسی آن بلند برداشتن سطح اطلاعات اهالی مخصوصا جوانان درباره امکانیت‌های مؤسسه‌های تحصیلاتی کسبی و ترغیب هنرآموزی می باشد. در رسم افتتاحی چاره‌بینی معاون رئیس شهر پنجکند پروین نقیبی، دیرکتور لیسه کسبی تکنیکی شهر جسور رحمانوف، آموزگاران، نمایندگان ساختارهای داخلدار و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی شهر
نفر شرکت ورزیدند. معاون رئیس شهری پنجکент پروینا نقیبی در سخنرانی خود تاکید نمود که سروری دولت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در پیام نوبتی خود با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اهل معارف، والدین و جامعه را به تعلیم و تربیت درست نسل نوروز و فراهم آوردن زمینه مستحکم معرفتی و کسبی برای آنها دعوت نموده بودند. ذکر گردید که رشد ساحه‌های مهم کشور به خصوص اقتصادی ملی دولت با آماده نمودن متخصصان بلند اختصاصی دارای دانش‌های زمانوی و ملکه عملی کسبی مربوط می باشد. در ادامه چاره‌بینی اشتراکچیان با شرایط تعلیمی لیسه، استخوان‌های استحصالی، صنفخانه‌های مجهز با تجهیزات معاصر، اینچنین دستاوردهای خوانندگان و ختم کنندگان مؤسسه از نزدیک شناس شدند. گذشته از این، کارمندان لیسه با مهمانان عاید به روندهای تعلیم، فن‌های کسبی، امکانیت‌های تجربه آموزی و راه‌های منبع جای کار تامین کنی ختم کنندگان معلوماتی مفصل پیشنهاد نمودند. باید گفت که این زمان در لیسه کسبی تکنیکی شهری پنجکent شهروندان از روی 9 اختصاصی سرطلب با آموزش کسب و هنر جلب گردیدند. این اختصاصها با در نظر داشت طلبات بازار مهنت و افضلیت‌های رشد اجتماعی و اقتصادی منطقه انتخاب گردیدند. چاره‌بینی روزهای درهای گشاد برای تشکل تصورات درست و واقعی درباره کسب و اختصاصهای گوناگون، تقویت هوسمندی جوانان با آموزش و مساعدت با انتخاب درست کسب در آینده نقش مهمی می‌بازد. با مناسبت سالگرد نوبتی قهرمانی تاجیکستان، سردفتر ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 شهر پنجکent آزمون عینیخوانی برگزار گردید. عینیخوانی یک عنعنه مهمی فرهنگی تاجیکستان است که در مؤسسه‌های تعلیمی از جمله مکتب‌ها با مقصد ارشدگذاری به آثار استاد صدرالدین عینی برگزار می‌گردد. این چاره‌بینی‌ها نه تنها به شناسایی خوانندگان به میراث ادبی مساعدت می‌کند، بلکه در تربیت معنوی و خودشناسی ملی نیز نقش مهم دارد. رابطه به این موضوع در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 در اساس فرمایش مدیر شعبه معارف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر آزمون عینیخوانی برگزار گردید. در آن زیاده از 60 نفر خوانندگان از مؤسسه‌های تعلیمی شهر و دهات شرکت ورزیدند. در افتتاح آزمون سرمتخصص شعبه قادرزاده حقداد درباره بزرگی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی قیدها کرد. نقش صدرالدین عینی و آثار او در تربیت نسل نوروز نهایت مهم و ارزشمند است. او نه تنها سردفتر ادبیات معاصر تاجیک بلکه شخصیت بزرگ جمعیتی و تربیتگر است که آثارش تا امروز در رشد معنوی جوانان تاثیر عمیق دارد. عینی با استفاده از زبان روان و ابرازهای زنده خواننده را به تاریخ خلق تاجیک، مبارزه‌های مردم، عرف و عادت و فرهنگ آشنا می‌سازد. این کمک می‌کند که نسل نوروز حس خودشناسی و افتخار ملی پیدا کند، به گذشته خود با احترام نگرد. آثار عینی خواننده را وادار می‌کند که درباره واقعیت‌های اجتماعی، عدالت و ارزش‌های زندگی اندیشه کند. این برای تشکل شخصیتی مستقل و مسئولیت شناس مساعدت می‌کند. در مؤسسه‌های تعلیمی چاره‌بینی‌ها، محفل‌ها و آزمون‌های عینیخوانی گذرانده می‌شود که با آموزش عمیق آثار او و تربیت معنوی خوانندگان روانه کرده شده است. گزارش غیب الله محمدیوف، خیام جوریف. بینندگان عزیز، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر شاد و پیروز باشید.